این زن یه پرستاره، اما اون فقط یه پرستار معمولی نیست. پرستار یه بیمارستان فوق لاکچری داره که داخلش خطرناکترین خلافکارها، قاتلها، سارقای بانک و هر انگل جامعه دیگه‌ای رو که بیاد سراغش درمان میکنه. اما اوضاع حسابی به هم میریزه زمانی که یکی از بیماراش تصمیم میگیره یکی دیگه از بیماراشو بکشه.